مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به نماینده‌های مجلس 11 با شما صحبت بکنیم که یکی دو روز هستش که شروع به کار کرده. قشنگ بشوریم بذاریمشون کنار. این نماینده‌های مجلس رو همین اول کاری حساب کار بیاد دستشون، مقایسه هم بکنیم با طویله مجلس دهم، مجلس قبلی. و این نکته هم بگم که اگر دقت کرده باشید ما زیاد سوژه‌های سیاسی کار نمی‌کنیم در رسانه پشت پرده جدیدن، چون گفتم دیگه سیاست پدر و مادر نداره و یک جمله تاریخی و پشمریزون وقتی بهتون بگم دیگه حساب کار میاد دستتون. تو مجلس 11 آقای قالیباف شد رئیس مجلس و اگر ما گذری به تاریخ بزنیم نگاه میکنیم و متوجه میشیم که سال 1392 یه دعوای سیاسی شد و همه بین آقای روحانی و آقای قالیباف برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی دادن و یادتونه دیگه بنفش و این صحبت ها. رسیدیم به انتخابات سال 96 و مردم برای اینکه رئیسی رأی نیاره به روحانی دوباره رأی دادن. بعد الان رسیدیم به سال 1399 و میبینیم که آقای روحانی شدن رئیس قوه مجریه، آقای رئیسی شدن رئیس قوه قضاییه و آقای قالیباف شدن رئیس قوه مقننه و سه تاشون با هم دیگه به صورت گروپ شدن سران سه قوا و حالا اگر جلسه سران قوا هم برگزار بشه حالا خدا میدونه که دعوا میشه چه اتفاقی میفته و کلا مردم حالا اکثریتشون وقتی به یک جریان رأی دادن اون یکی جریان رفت یه قدرت دیگر رو گرفت و همینجور اومد بالا که رسیدیم به سال 99 و دیگه این خلاقیت هم نمایان شد و به خاطر همینه که بهتون میگیم آقا سیاست پدر و مادر نداره. و البته رئیس مجلس شدن آقای قالیباف هم طوفانی از حاشیه‌ها رو داشت و حالا هم آدمایی که منتقدش بودن هم آدمایی که موافقش بودن حسابی دعوا و جنگ و جدل داشتن با هم دیگه. حالا در روزهای آینده راجع به قالیباف هم اگر فرصت بکنیم صحبت میکنیم، چون گفتم دیگه حالا ما سعی نمیکنیم سوژه سیاسی رو بپردازیم بهش. اما توی این مجلس 11 که نماینده مجلس داشتن سوگند یاد میکردن برای اینکه نماینده مجلس بشن، من داشتم نگاه میکردم تلویزیون، گفتم آقا چه کاری سوگند میخوری، نمیدونم چه کاری مثلا میاد قسم میخورید از این صحبت. آقا تمام این رانتولابیا کار ما مردمه. یعنی این نماینده‌های دوره قبلی که الان 20 تاشونو گرفتن و نصفشون تو زندانن، اینا دوره قبلی سوگند یاد نکرده بودن و مردم بودن به هر حال دیگه. به خاطر همین به خودتون زحمت ندید و توی مجلس سوگند بذارید و از این صحبت ها. یا مثلا اونایی که مدرک تحصیلشون توی مجلس جعلی از آب در اومد، اونا مردم بودن، نماینده مجلس نبودن و دور قبلی قسم و آیه و قرآن خورده بودن از این صحبت ها. خواستم بگم که خودتون خسته این سوگند ها آیه ها و این چیزا نکنید. اون کسایی که دزد باشن دزدی میکنن، اون کسایی هم که دزد نباشن دزدی نمیکنن دیگه. این حرکات من نمیدونم کجای کاره. آماده میشیم تا متن سوگندنامه رو خدمت برادران بخونیم و البته اقلیت‌های دینی مجلس به کتاب آسمانی خودشون سوگند یاد میکنن. اما حاشیه‌های مجلس 11 گفتم دیگه، از ریاست شروع بکنیم بیایم پایین پرحاشیه بوده و عجیب و غریب بوده. اما حالا این نماینده مجلس 11 گویا دارن متفاوت‌تر عمل میکنن و گفتن که ما سعی میکنیم که مردمی تر باشیم. حالا همین اول بسم الله ما گفتیم که آقا حواستون باشه، ما تو رسانه پشت پرده یهو دیدید یقتون رو گرفتیم، بعد شماره تلفن همتون هم داریم و حالا سعی میکنیم که اگر فرصتی پیش بیاد در برنامه‌های بعدی به صورت لایو اجرا بکنیم و زنگ بزنیم به نماینده مجلس، حالا بذاریم یکم بگذره و گزارش عملکردشون رو ببینیم، زنگ بزنیم و راجع به موضوعات مختلف باهاشون صحبت بکنیم. گفتیم جلسه اول دوم یه مقداری حالا مراعاتشون بکنیم، در قسمت‌های بعدی مطمئن باشید که زنگ می‌زنیم به نماینده مجلس. اما این نکته بگم همین اول بسم الله، اگه این نماینده مجلس به فکر این چوسیه فکر ببخشید این حرکات هستن که خودشون رو مردمی نشون بدن، ما چند تا نکته رو نوشتیم، لطف بکنن اگر این کار رو انجام بدن باور بکنید که خیلی از مردم ازشون راضی خواهند بود. نکته اول شفافیت آرا هستش که مثلا
به کی رأی میدن به کی رأی نمیدن، قشنگ دستمون بیاد که واقعا دارن عادلانه رأی میدن یا غیر عادلانه. مثلا بنزین رو از 1000 تومان کردن 3000 تومان به صورت گتره‌ای یه شبه، ما قشنگ بدونیم که کدوم نماینده مجلس امضا کردن این قضیه رو. یا مثلا شفافیت مکاتبات داشته باشن، این خیلی مهمه. مثلا نامه‌ای که میدن میگن فلانیو با رانت استخدام بکنید، یا نامه‌ای که میدن میگن فلانیو بهش وام بدید، این نامه‌هاشون به صورت شفاف باشه و مردم رعایت بکنن که چه نامه‌ای رو به کجا دادن. حالا اون محرمانه‌هاشو کاری نداریم، اما این شفافیت مکاتبات خیلی مهمه. یا شفافیت هزینه انتخاباتی، چقدر هزینه کردی رفتی توی مجلس؟ چون من شنیدم که هر نماینده مجلس ناقابل 30 میلیون تومان حقوق میگیره، یعنی تقریبا سالی 350 میلیون، در طول 4 سال هول و هوش مثلا میشه 1.5 میلیارد تومان فقط حقوقشه. بعد همین نماینده مجلس برای اینکه بخوان راه پیدا کنن به داخل مجلس بالای 10 میلیارد تومان بیش از 70-80% خرج کردن. جز اینه که میان توی مجلس و ران طلابی میکنن. شما حساب بکن 10 میلیارد تومان خرج میکنه بره تو مجلس برای مثلا ماهی 30 میلیون تومان. تازه همون ماهی 30 میلیون تومان هم خیلی زیاده. شما دیگه یه مقداری بعد حالا بگیم یه ذره چون نماینده مجلسی حقوقتون از مردم عادی بالاتر باشه، نه 30 میلیون تومان که بعد در میاد که پشت پرده مثلا اینجا نوشته بودم دیگه، آقای سید محمود جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر گفته بوده که برخی از نماینده‌های مجلس خونه‌های سازمانی رو تصرف کردن پس نمیدن تو سعادت آباد. راستم میگه. شما وقتی وارد مجلس میشید، مجلس یه خونه ناقابل مثلا تو سعادت آباد، جردن، نمیدونم جای خیلی پایین شهر تهران، بالا شهر نیست خدای نکرده، چون اینا نماینده مردم بهشون خونه میدن، یه ماشین بهشون میدن با پلاک قرمز، بنزینشون هم دولت میده، برای همین اصلا به یه ورشون هم نیست قیمت بنزین چند برابر بشه. یه خط تلفن بهشون میدن و یه راننده شخصی بهشون میدن که اون راننده شخصی هم میره خریدشون رو میکنه. در ما هم مثلا هولوش 20 میلیون هم بهشون بن خرید میدن از فروشگاهی مثل شهروند و رفاه و سایر فروشگاه برن خرید بکنن، باز اون بنه رو هم میدن رانندهشون میره خرید میکنه. دیگه خودشون متوجه نمیشن مثلا نون از 1000 تومان شده 3000 تومان، یا مثلا موز از 2000 تومان شده 20000 تومان. این چیزی رو متوجه نمیشن چون همه چیز شیک و مجلسی و به صورت لاکچری میاد وارد خونه زندگیشون میشه. تو مجلس هم دغدغه این چیزا رو ندارن، که دغدغه نان مردم ندارن، چون به هر حال بنشون رو مفت میگیرن، بنزینشون مفته، همه چیزشون مفته، خونهشون هم مفته، دغدغه اجاره منزل هم ندارن. به خاطر همین آقای ابطحی اومدن صحبت کردن و گفتن که به هر نماینده مجلس ناقابل 500 میلیون تومان هم وام داده شده. بمیرم مثلا 500 میلیون ناقابل دادن نماینده مجلس که برن توی مجلس و قانون برای مردم تصویب بکنن که این بنده خودم خیلی نگران خونه‌های مردم هستش. اما نکته باحالی که وجود داره، یه سری از این نماینده مجلس همین اول کاری گفتن که بیایم یه چوسی فیک بیایم، یه حرکتی بیایم که خودمون رو مردمی نشون بدیم. مثلا آقای علی خضریان اومدن یه دونه پست منتشر کردن و گفتن که آره من روز اول مجلس 11 رو در مترو به سر بردم و با مترو اومدم مجلس و در ایستگاه بهارستان پیاده شدم و رفتم به مجلس، به یاد این مردم و به یاد زندگی و از این شروورها. یعنی خواسته یه توییت مردمی منتشر بکنه که من با مترو رفتم و مثل مردمم، در صورتی که مردم زحمت کشیدن و دست این نماینده مجلس رو کردن که آقا روز اول مجلس که میشد دیروز در تاریخ ضبط این ویدیو، حالا شما معلوم است که این ویدیو رو میبینید، اصلا مترو در ایستگاه بهارستان توقف نداشته از 4 صبح به این ور، به خاطر میدونید دیگه وضعیت بهداشتی که توی ایران هستش. توی بعضی از ایستگاه ها مترو وای نمیسته، رد میکنه اون ایستگاه رو. در ایستگاه بهارستان اصلا وای نستاده. بعد این گفته آره من با مترو رفتم ایستگاه بهارستان پیاده شده. اینجوری میان و چسیه فیک میذارن که دستشون رو میشه. گفتیم که حالا در جریان باشید. اما حالا یکی دیگه از نماینده مجلس همون اول بسم الله و توی مجلس سخنرانی کرده بود که حالا دمش گرم، رو گفتیم اینم بگیم که به فکر وضعیت مسکن مردم بوده و گفته که با احتکار کننده‌های مسکن هم برخورد خواهد شد. این ویدیو رو ببینیم.
مطمئن باشند مجلس 11 در بحث گرانی مسکن ورود جدی خواهد کرد. اینهایی که املاکشون رو احتکار کردند مطمئن باشند که ضرر خواهند کرد و انشاءالله منتظر تصمیمات مهم و اثرگذار مجلس 11 باشند. و البته آقای رئیس جمهور این نکته رو متوجه باشه، تولید ما نابود شده چون دلالی امروز درآمدش از کار تولید و کسب و کار بیشتر شده. و نکته پایانی به دستگاه قضایی، جناب آقای رئیسی، رئیس محترم دستگاه قضا، اگر دولت اراده‌ای برای نظارت بر بازار مسکن و این گرانی ها نداره، شما رأساً وارد بشید. شما دستگاه نظارتی هستید، مگر ما دولت نداریم؟ آقای روحانی اگر نمیتونی بفرما به کنار تا کسی بیاد وضع مردم رو روشن بکنه. خواهش من اینه که دستگاه قضایی نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نباشه، مردم بیشتر از این. بله، حالا امیدواریم که اینا همش حرف حدیث نباشه. شما در مجلس قبلی هم دیدین دیگه، فقط بلد بودن حرف بزنن، بعد گندش در اومد که فلان نماینده مجلسی که راجع به مثلا خودرو، احتکار خودرو صحبت میکرد، خودش در حال حاضر تو زندانه، یعنی گرفتن بردنش. این حرکت ها هم میزنن که مثلا زوم یه سری دستگاه امنیتی هم از روشون کم بشه، ولی خب اینجوری گندش بعد از اون بالا میاد. اما توی جلسه اول یه چند تا تصاویر هم بیرون اومد که حاشیه جالبی داشت. مثلا این تصویر اگر ببینید، آقای روحانی داشته سخنرانی میکرد، آقای ظریف خواب بوده و کلا حالا شاید چند ثانیه چشاشو بسته بوده، ولی خب این ویدیو خیلی توی رسانه ها سر صدا به پا کرد. ببینید. و همه نهادها موظفند به دولت یاری برسانند و کمک کنند. یا مثلا یه ویدیو دیگه ای که بیرون اومد و خیلی سر صدا کرد، ترک مجلس توسط آقای روحانی رئیس جمهور بود و هنوز مجلس تموم نشده بود. داشتن راجع به موضوعات مختلف صحبت می‌کردن. یه تصویر نشون داد که آقای روحانی کلاً زد از مجلس رفت بیرون. البته یه عده میگفتن که آقای روحانی توالت داشته بنده خدا و رفته، حالا شماره 1 یا 2 داشته رفته انجام بده، ولی خب این تصویر اومد بیرون دیگه، ولی دلیلش رو هنوز کسی نمیدونه و کسی هم قروشون شفاف سازی نمیکنه. روابط عمومی ریاست جمهوری هم کلاً حواست. ببینید این ویدیو رو. بله، مراسم تحلیف انجام بشه در اجرای ماده. بله، اینم ویدیوی ترک لاکچری آقای روحانی از مجلس بود. اما آقای حسین جلالی نماینده رفسنجان هم یه توییت منتشر کرد و گفت بود که آقا ما توی این مجلس به فکر عکس سلفی نیستیم. در مجلس قبلی نماینده‌های مجلس با غریبه عکس سلفی مینداختن، منظورشون خانم موگرینی بود و اون عکس سلفی های عجیب و غریبی که پخش شد، گفتش که نه ما در مجلس فعلی با خودی ها عکس سلفی میندازیم، انگار مثلا کوه دماوند یا مثلا مناظر سرسبز شمال، اینا هم نشستن دور همدیگه یا ایستادن کنار همدیگه و دارن سلفی میگیرن. قربونش برم، گوشیش هم که امریکاییه. یعنی شما حساب بکنید اینایی که میخوان حمایت بکنن از تولید ملی، هیچ کدومشون یه دونه گوشی ایرانی دستشون نمیگیرن، همه ماشاءالله مثل ما مثلا آیفون بازن و این هم به خاطر این هستش که میخوان حمایت بکنن از تولید امریکایی نه ایرانی. گفتم که بدونید یعنی واقعا برای نماینده‌های فعلی مجلس گرفتن یک مشاور رسانه‌ای از نون شب براشون واجب تر. اگه خواستن حالا ما هم بهشون مشاوره میدیم. اما نکته‌ای که هستش این هستش که با شما باید انقدر توی مجلس به فکر امور مردم باشید و انقدر الان وضعیت مملکت درب و داغون و یورو در حد 22 هزار تومان، دلار همینطور، پوندو که اصلا ولش بکن، طلا هم که به صورت عجیب و غریب رفته بالا و انقدر مملکت الان روی لبه پرتگاه برای اینکه مردمش هر روز دارن فقیر و فقیرتر میشن، شما تو مجلس به فکر عکس سلفید. امیدوارم که در روزهای آینده تو همون توییترتون گزارش عملکرد بدید که آقا مثلا ما فلان کارو کردیم و اینم در نوع خودش جالب بود. یا مثلا یکی دیگه از نماینده‌های مجلس توی این تصویر هم دارید میبینید دیگه، داره مثلا ویدیوهای اینستاگرام رو میبینه، آی جی تی وی و چیزهای مختلف. یعنی ای کاش توی مجلس قانونی تصویب بشه آقا ورود گوشی به مجلس ممنوع بشه که عمرن این اتفاق بیفته و خودشون ضد خودشون هیچ وقت قانون تصویب نمیکنن، یا اینترنت رو اصلا توی مجلس قطع بکنن، چون ماشاءالله همشون گوشی به دست و نمیدونم لایو ببین و ویدیو ببین و اصلا به فکر تصویب قانون نیستن که. و تو سالهای گذشتم این اتفاقات زیاد افتاده. اینها تنها گوشه کوچیکی از حاشیه‌های مجلس 11 بود. یه قفلی ریز میزنیم روی مجلس توی روزهای آینده، حالا از بالا تا پایین، که بیش از 80% کرسی‌های مجلس رو هم
اصولگرا گرفتن، چون دفعه قبلی اصولگراها میگفتن که مجلس دست اصلاح طلبات، دست باند آقای عارف، قانون خوبی تصویب نمیکنن، گند زدن به مملکت، میریختن روی اصلاح طلب. ببینیم که حالا قدرت توی مجلس فعلی در اختیار اصولگراست و این گوی و این میدان، ببینیم که حالا چه قانونایی تصویب میکنن، از حالا به بعد مملکت به کدوم سمت میره. چون میدونید دیگه این قانونایی که اینا تصویب میکنن خیلی تاثیرگذار هستش روی وضعیت جامعه. و ببینیم که حالا این نماینده مجلس چیکار میکنه. میانگین سنی نماینده مجلس هم 51 سال هستش و جوان‌ترین نماینده مجلس هم اگر اشتباه نکنم 30 سالشه. و حالا بعد ببینیم که مجلسی که حالا میانگین سنیش بالای 50 سال هستش میخواد چه قانونهایی رو برای جوانان آینده ساز ایران تصویب بکنه. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.